سلام درود بر تمام شما دوستان عزیز، کسانی که مهارت و تکنیکای ماشین خوب میفهمند. پس برای شما یک مژده است و یک کاری است که هم برای خود و هم برای عائلتون، اگر عائله دار باشین، آینده خوب بسازین. این کمپانی این چیه بنسترای دیلر یا اینکه همون وکیلی چی هست، کمپانی مشهوری فورد ماشینای سبکرا و وزنی که میبره. کمپانی فورد مشهوره، خلاص کسایی که در چیز ماشین سرکار دارن میفهمند. خب این بنستر، کمپانی بنستر در کجا؟ در خود کانادا. خب در کانادا، در شهر ادسون. در همین چیز چیکار میکنن؟ با کار قبول میکنن. با کار قبول میکنن و علاوه بر کار قبول کردنشون هم چی کار میکنن؟ شما و عائلتون تشویق میکنن که مهاجرت کنین یا اینکه همه زندگیتون در چی کانادا با پیش ببرید. بیاین در برش بخوریم تکنیکای اتومبیل. خب کسایی که تکنیکای اتومبیل بدونن وقتی که کاری وقتی پررام میشه. خب در اینجا میگه که آیا شما یک تکنیکی با استعدادی اتومبیلی با عائله هستید، یعنی که عائله دار هستید، یا تنها در جستجوی یک امکانیت نو برای برآمدن از بدبختی که در آن قرار دارید؟ آیا شما میخواهید که بها داده شوند و برای ملکه های خود جبران عالی گیرید؟ پس بجز به گروه اتومبیلی بنستر نگاه نکنید. دیلرهای جی ام و فورد ما در ادسون آلبرت شما را چیکار میکنن؟ میخواهند، یعنی که منتظرتان میخواهند که تکنیک‌های استوای تکنیک باشی چیکار کنی برای قطعی و پیوستی. در بنستر ما فرهنگ دستگیری و همکاری پیشنهاد میکنیم. ما توازن کار و زندگی را اولویت میدیم و تا $53 در یک ساعت و مکافات‌های محصولناکی و نگهداری پیشنهاد میکنیم. یعنی هر قدری که شما با ما میمانید همون قدر بیشتر معاش میگیرید. تکنولوژی دیگری را میدونید که موافق آن خواهد بود. ما چنین بونوسی راه خط داریم. خب اگر دیگه تکنیکر هم بدونین چیکار میکنه؟ بونوستون میده. علاوه بر این با عهده‌داری ما با آموزش و رشد دائمی شما امکان رشد و پیشرفت کسبی خود را در سازمان ما خواهید داشت. هم درست میتن، هم چی میشه پیشرفت میکنی در ساحه خودت. و بیاید درباره خود ادسون خلاص درباره شهرش گپ میزنه. شهر دلربا و چه میگه؟ معلومات عمومی ارزش میانه خانه همگی $313,000 است که و ما به شما در حل کمک منزل و تا $10,000 آمریکایی برای کوچانیدن کمک میکنیم. یعنی اینجا اهمیت بدید که کسی که میخواد اینجا خشت ثبت نام کنه $10,000 کمک هم میگیره اگر در حالی که در این کار قبول بشه. برای کوچانیدن کمک میکنیم. ما همش رو حل میکنیم. همین طور شما میتوانید تنها بیایید و از همه چیزی، از سیاحی و لیژرانی و خیلی دیگه که دربارش گپ میزنه که چیکار کنید چیکار کنید. پس میگه برای امکانیت‌های جالب کسب لطفاً بازدید کنید این سایت ها، ولی چی میگه مراجعت کنید. در این پایینش میبره. میگه اکنون که شما آماده اید که کسبتان را با قله های نو برارید و با یک دسته دستگیری و دینامیکی همراه شوید، امروز به شرکت بنستر اتوماتیو گروپ مراجعت کنید. ما منتظر شده نمیتونیم که شما را در عائله امان استقبال کنیم. خلاص که تعریف کرده است. بعد چیکار میکنیم؟ در اینجا مراجعت کنید. میگیم خب اینجا چیزا رضایت و ادامه رو میگیم. در اینجا چیکار میکنی؟ درباره خود با ما بگوید. نام، نسب، رقم تلفن، الکترا پشتت می نویسی، اس ام اس میاد، دوام میتی. خب وقتی که دوام هم که دادی، اگر در لینکدین یا که در فیسبوک یا اینکه در گوگل اکانت داشته باشی و همه دنیا توری باشه، به همون میتونی که قدشان مراجعت کنی. خب آرزوی موفقیت دارم کسایی که میسپارن. امیدوارم که قطعی اولادشون همه کسا بتونن در کانادا رفته زندگی کنن. در حق ما دعا کنن. زنده و سلامت باشین.